نه ماما شاگل. سلام علیکم ماما شاگل. و علیکم. اشتن ماما شاگل چی میپالین؟ ای برادر نکرد. ای برادر نکرد. چی میگردم پیدام نمیشه. نه بابا چی گم شده؟ یک چیزی گم شده که پیدا نمیشه. آه ویلا ماما شاگل خود چی میپاله که من بپالم؟ گوشی شما گم شده. ای بابا کاش که گوشی گم شدی بلا برات گوشی. چولا شما گم شده. ای برات نگرد گیل جان من رد مورل دی کاکا برو برات کار خوب. کوشا شما که با پا شما نه. چیزی گم کردم که پیدا نمیشه گیل جان. چیه؟ ای برادر جوانی. چی؟ جوانی جوانی شما گم شده. برو. جوانی ما گم شده نگیم اما که جوانی مانه. حال جوانی پیدا میشه میپالین. میفهمم که پیدا نمیشه بازم از من پیدا میشه. دیگه فکر که گم نکنی. میچه برا کو هسته دیگه ماما آدم کلون دروغ میگم. بله شکر زنده باشین. شما زنده باشین برای آرامه. خداحافظ. اشتباه گرفتی خاله جان. ما چیه خاله جان اشتباه بگذار که ما بپالم. گیلا چی میپری گیلا؟ بله چی گم شده ای؟ ای برای یک چیزی گم شده که اصلا پیدای. چی گم شده گیلا؟ تو برو برات کار خوب برو کجی جان. چری؟ گوشی تو گم شده ای؟ نه پولا تو گم شده ای؟ نه بابا یالت پولام گم شده. سیم کارت تو گم شده ای؟ کجیر برو برات کار خوب برو بگذار که ما بپالم. و چی گم شده ای؟ تو ندیدی چی؟ یک روز باشه که با تو هم مگرم بگردی. برای چی بگردم گیلا؟ ها دلو بلای گفت داده ای؟ برای بابا دیگه ما فسون بگو به دستمانی اما طلا کجا آوردین؟ و چی گم شده؟ بگو دیگه ها بگو که من بپلو. تو ندیدی نه چی؟ جوانیمه. چی تو؟ جوانیمه. تو برای جوانی خو میگردی؟ گردنم بند باشه ماما شاگل. بمو بالا بدم ماما شاگل دیدم این میپالم. گفتم ماما شاگل چی میپالین؟ گفتم جوانی خود. چی لحظه برو بپل. چیه؟ وقت سر تو خراب شده. این ماما شاگل گفت جوانیمه. خود ماما شاگل که استاده بود من کن استاده هم. من جوانی نیم استاده هم. چی میگم ماما شاگل من مسخره کرده خیالم من کجیر مسخره کردم. باشه یک نفر دیگه اگه یک پلی نمر بدیدم او ماما شاید بگه یک چیزی. بس بالا میتره راست میگم. ای خدا عجب و یخه. گیلا بله چه کار میکنی؟ من گفتم شاید بفتاده باشه تیوا. چی؟ ها؟ چی افتاده تو؟ هیچی برو گم شده. چی هسته؟ بابا چوب که یک دقیقه دیگه یک دقیقه چوب کن ماما شاگل دیگه هرچی ماما او نوروز نه دار که تو نکازه میکنم با خدا او به یک تو به تمی او خود ماما میگم نوروز یک چکه بالا من نرزی گردن من شما را سر خب بالا میکنم میذارم به تعمی چشمک که تا به یک تو چرا ور میریزی بالا من؟ شما من میپالم. من خودت تو هم کاری میکنم من بپالم. چی میپالین؟ تو برای چی میگردی؟ شما خود بپالین. برای چی میگردی؟ من برات خود میگردم. اشته برای خود خو میگردن تو کنم شیشته کشه ماما شاگل برات خود میگیش من برات خود میگردم. اشته برای خود خو ماما شاگل. بابا یک دقیقه ماما نوروز چوب میکنیم یا نه؟
ندیدیم شما. نه من چی دیدم؟ خب اگه مثلا مادر خدا رو ندیدیم. چی هسته؟ چی هسته؟ چی هسته؟ برای چی میگردی که ما تو بگم؟ برای چی؟ برای جوانی خو. برای جوانی خو؟ این گپ کی با تو گو؟ بابا ماما شاگل عمال ای میپلیدم سر صبح. برای جوانی خو میگی؟ وای 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 وای. ماما شاگل راست میگفته که برای جوانی خو میگشه. جوانی میفهم هیچ وقت پیدا نمیشه. جان برو. جوانی هیچ وقت پیدا نمیشه. و حالی پیرمرد شده برای جوانی خو میگرده. جوانی هیچ وقت پیدا نمیشه؟ هیچ وقت پیدا نمیشه که پیرمرد شده دیگه جوانی نیه. حالی تو برای جوانی میگردی؟ خب جوانی کجا شده ماما نوروز؟ دیگه جوان نمیشه. دیگه جوان میمیره خلاص. تو ماما نوروز جوانی یعنی جوانی پیدا نمیشه دیگه؟ نه. هم دلم برد سال من فکر میکنم. یه وقتی که جوان بودم چی حال دبدبه و روزگار بودم. حالا سر مثل پیش و ریش مثل پیش و پام و لب گور رسیده. ماما شاگل دروغ نمیگفته که ما برای جوانی خو میگردم. بکر باشو که اگر از اون روزی که شما میبینم یه دبدبه رو شما دیده باشو. که دبدبه داره ماما نوروز نداره. گیلک جو اگر از من میفهمی گناه نکن. توبه کن دیگه حرام نخور. شما که به تخوله چیش نمیدی گوشی رفیق خواهیم کردیم بجم چی بفهمیدی؟ اما کار خوبی نیه. راست میگفتم ماما شاگل. حالا شما همه جوانی رو بگین که من بفهمم چی رقمه. جوانی که پیرمرد که بشه دیگه هیچ وقت جوانی بگیر نمیاد. پیدا نمیشه. دادم که به پیرمرد شدم. یعنی جوانی آدم دیگه ور نمیگرده؟ نه. پا ما دروغ میپالم. تو دروغ میپلی. وای 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 وای. اینه دیونه شدی؟ کامل کیاره بودی کو؟ جوانی هم بهاری بود بگذشت تو باید اعتباری بود بگذشت میانه ما و تو یک الفتی بود یا ما بگه سبب لاله نیرو لابیه یک دقیقه سلام علیکم کجی جان خوب خیریات بخیری جور اول خوب خیریاته یا راستی شکر فضل خودت هم یا طباخچه زنده باشیم میرم بیام دو کمکی از شما بانجون بخرو خودی بنجریمی بانجون کیلو چندیه بنجریمی کیلو چندیه بانجون چند می یک من بانجون ما 2 کیلو هم بنجریمی بانجون خب برای من 40 روپیه میدیم بنجریمی را من 60 روپیه میدیم گرونتر میدیم چی رقمه لولا نکنین دیگه ما و شما همسایه ایم دیگه گفتیم بانجون به چنده؟ بانجون من 40 روپیه بنجریمی من 60 روپیه اسپه حساب کنیم نیمه بخیر بریم ازم دیکونا بخریم بانجون تازه تا بانجون دیکون فرق میکنه شما همون عجلنگ میکنه میبریم به خونه خویی هم فرق میکنه آره راستی پیدا کردم که جیرشتن جنجال خیلیات شکر خیریاته چی پیدا کردی گیلا؟ جوانی گو پیار شما میگشتم نخنده یک وجبیه تلویزیون من باشه تو لازم دیگه ودش میبرم میدونم متام چشمی سولار چی میگی؟ چیه بابا؟ پیار شما ماما شاگل خان پیار شما او دمای میگشتم ما گفتم ماما شاگل به چی کار میگردیم گفتم برای جوونی خب ما یه بار رفتم بایی به جلوی ما خود من میگشتم با ماما نوروز به جلوی ما خودک میگشتم یک دم ماما نوروز دیدم به گریه شدم فهمیدیم ماما نوروز برادر که من داریم دیدم به گریه شدم ماما نوروز گفتم ماما نوروز میتونه گفتم انسانی که جوان میمونه جوانه پیر که میشه مثلا قدر خوربود اونه مثلا بفهمه حرام نخوره دوزی نکنه چون دروغ نگه که مو جوانی دیگه ور نمیگرده انا ما حال به گریه شدم به می خاطری اما عزیزم من سرگی کلا پس کرده نکنیم جنگی جگاه چه میزنی جنگ نکنیم بگذاری که من گرد خدا حالا به تا گوشت میزنم بدی نکن کجی صبر کو گرد بزنم نه
آره اینجا شما بجا تو سه میگم سر کوکاب زنم نه بیا اگر تو سگ براتون هست بیا گرفتم. آره کجیر برات بانجان آمدی امیجی با جنجال کرده آمدی من نفهمیدم کی خود چی بگو یار تو شکار و جوانی میگردم تا لگه تو بگوی تا باشه همیتا که هستی میتنی آره چی میگی بانجون میدی؟ گفتم اگه می من جامی تو 40 روپه و 60 روپه نه مهم نه برو بخیر دیگه دارم نزن خیلی 35 چی روپیه؟ نه دارم من کمتر نمیدم ولی 35 روپیه. همین جگاه استاد چه نه تا وقتی ما بدی پولا خو بده خب ولی بیاره من میرم میچینم بدی پولا خو یعنی لله دیلو لادم گوشنی بودیم ما و شما این 10 روپیه این 20 روپیه این 30 روپیه این 50 ایرم بانجونی می این 10 ایرم بگذاریم بری بانجونا 40 روپه یک من بانجون یک بانجونی میکو باز دایی کامه کو برو جو 50 ایر به من بانجون بده این 20 50 بانجونی می چی پولا بده همینجا بشین اگه همینجا بشین نه یا تا وقت همینجا بشین